سلام، من تیتی ام و اینجا کارگاه یادگیری با تیتیه و توی این ویدیو میخوایم در مورد فرمت صحبت بکنیم. فایل ها داخل کامپیوتر بچه ها فرمت دارن. یعنی چی؟ بچه ها همونطور که شما توی مدرسه مثلا دفتر نقاشی دارین برای اینکه توش تصویر بکشین، نقاشی بکشین. معمولا کمتر پیش میاد که شما تو دفتر نقاشیتون املا بنویسید دیگه، مثلا خیلی دور از ذهنه. شما برای دفتر دیکتتون، انشاتون و سایر درساتون دفترهای مخصوص خودش رو برمیدارید، چون اطلاعاتشون با همدیگه متفاوتن و خیلی هم مرسوم نیست، عادی نیستش که شما توی مثلا دفتر خطدار نقاشی بکشین، مگر اینکه دیگه جا گذاشته باشین دفترتون رو. خب توی کامپیوتر هم همین شکلیه. داده ها و اطلاعات توی ظرف‌های تخصصی خودشون نگهداری میشن، تو محل مناسبشون نگهداری میشن و به شکل مناسب خودشون. به این شکل مناسب میگن فرمت. شیوه نگهداری و ذخیره سازی اطلاعات یا داده ها داخل کامپیوتر رو بهش میگن فرمت. خب اون فایل ها که توی ویدیوی قبلی باهاش آشنا شدید و فولدرها رو براتون توضیح دادم، همشون یک فرمتی دارن. البته پوشه ها نه. پوشه ها چون فقط برای نگهداری و مرتب سازی هستن فرمت خاصی ندارن دیگه، پوشن. اما همونطور که اینجا میبینید من کامپیوترم رو تنظیم کردم که پسوند یا فرمت فایل ها رو شما ببینید. بهش پسوند هم گفته میشه در فارسی، در انگلیسی هم که میگن فرمت. همونطور که میبینید این فقط زده پوشه 2، هیچ فرمی نداره. هر جور فایلی دلتون خواست با هر شکل ذخیره سازی میتونید داخلش بریزید. خب اما اینجا میبینید مثلا این عکس رباتی زده رباتی دات png، در واقع این .png فرمتش هست یا شکل ذخیره سازی این تصویر png هست. یا مثلا اینجا یک فایل پاورپوینت رو میبینید که در انتهاش زده .ppt، این یعنی این از جنس پاورپوینت هست، یک فایل اسلاید اگر بازش بکنم، یا یک فایل ارائه است. این فایل نوشته که با نرم افزار ورد تهیه شده، پسوندش و فرمتش هست .docx یا docs. داک هم داریم، داکس هم داریم، حالا بهتون میگم یعنی چی. خب ببینید اینجا من یک فایل دیگه ای دارم که خیلی مشخص نیست چیه، البته من میدونم چیه ها. فرمتش هست .svg، نشون نمیده داخلش رو. svg بچه ها یک فرم از ذخیره سازی تصاویر هست. خب چی شد در واقع؟ این png بود، این svg جفتش هم تصویره. خب بله، ممکنه مثلا شما یه دفتر نقاشی یا طراحی حرفه‌ای‌تر داشته باشید برای وقت‌هایی که به کلاس نقاشی میرید. هیچ وقت دفتر نقاشی ساده و معمولی و معمولاً که مال مدرسه است نمیبرن کلاس طراحی یا مداد طراحی استفاده میکنن. اونجا ابزار حرفه‌ای‌تر استفاده میکنن. دقیقاً به همون شکل توی تصاویر، توی نوشته ها، توی ویدیوها انواع و اقسام روش های ذخیره سازی داریم متناسب با کاری که میخوایم انجام بدیم. مثلا یه جا قراره که حجم تصویر کم باشه، یه جا قراره که کیفیت تصویر بالا باشه، سایز تصویر بزرگتر باشه. برای هر در واقع جایی و نوع استفاده‌ای فرمت های ذخیره سازی مختلف وجود داره. پس این نیستش که فرمت تصویر همیشه PNG یا JPEG باشه، بلکه انواع مختلفی داریم، مثل همینایی که الان گفتم PNG، JPG یا JPEG، SVG. اینا همه فرمت تصویر هستن، یعنی یک داده مشخص به عنوان تصویر با فرم های مختلفی ذخیره میشه. خب اینی هم که میبینید فایل آیکود هست که اینجا پسوندی براش در نظر گرفته نشده. من میتونم روش راست کلیک کنم و گزینه پراپرتیز یا ویژگی های این فایل رو بیارم و به شما نشون بدم که اینجا نوشته iCode.exe. .exe بچه ها فایل های اجرایی ویندوزن، یعنی برنامه کاربردی. وقتی که شما هر چیزی که .exe داره رو اجرا بکنید یک برنامه باز میشه که میتونید باهاش فایل تولید بکنید، مثلا فایل های آیکود. فایل های آیکود هم فرمتشون XML هست. توی این ویدیو پس یاد گرفتید که فرمت یا پسوند فایل ها چی هن و فرقشون با همدیگه چیه.